هموگلوبین A1C، کسایی که دیابت دارن یا تو مراحل پیش دیابت هستن، توی آزمایش خونشون قطعاً با این واژه یا از پزشکشون با این واژه شنیدن و آشنا هستن. این واژه رو هموگلوبین A1C در واقع همون هموگلوبین گلایکیشن شده است. یعنی چی؟ قند اضافی که توی بدن در واقع افراد وجود داره میره متصل میشه به هموگلوبین توی گلبوله‌های قرمز و اون هموگلوبین رو در واقع از عملکرد اصلیش دور میکنه، بازدهش رو میاره پایین. اون چیزی که گلایکیشن رو مهم میکنه اینه که به مولکول‌های حیاتی ما آسیب میزنه. شما وقتی میگیم که قند متصل میشه به پروتئین، به چربی و به اسیدهای نوکلئیک، متوجه میشید که تمام وجود یک موجود زنده که از این سه تا مولکول عملا تشکیل شده رو آسیب میزنه. اسیدهای نوکلئیک چی هستن؟ ما اسیدهای نوکلئیک رو وقتی داریم در موردشون صحبت میکنیم داریم در مورد کد ژنتیکی موجود زنده مثل انسان صحبت میکنیم که تمام اطلاعات لازم برای بقا، حیات، ادامه زندگی رو توی خودش کد میکنه. وقتی که گلایکیشن روی اسید نوکلئیک رخ میده یعنی شما احتمال سرطان رو داری افزایش میدی، پیری پوست رو تسریع میکنی و هزار اتفاق دیگه. اون چیزی که مهمه اینه که ما بدونیم در واقع گلایکیشن به عنوان سرنخ یا به عنوان اصلی ترین کلیدواژه در ریورس ایجینگ یا معکوس کردن روند در واقع پیری میتونه مؤثر باشه. وقتی شما گلایکیشن رو میشناسی، حتی میبینی تو حوزه فیزیولوژی ورزش این گلایکیشن میاد و اثرگذار میشه. یعنی چی؟ یعنی توی مطالعه‌ای که حالا برشش هم میذارم اومدن بررسی کردن، دیدن سطح بالای گلوکوز مانع هایپرتروفی عضلات در اثر ورزش‌های مقاومتی میشه. آسیب میزنه به غشاء در واقع سلول عضله. شما وقتی به گلایکیشن نگاه میکنی میبینی افرادی که دچار دیابت هستن یا دچار پیش دیابت هستن باروریشون میاد پایین. اتفاقی که براشون میافته اینه که سیکلای توی خانوم‌ها، سیکل‌های ماهانه‌شون دچار بی‌نظمی میشه، دچار از هم گسیختگی میشه و معمولا خیلی اتفاقات مشابه دیگه. خب اینها مواردی هستش که شاید ماه‌ها حتی پس از پایین اومدن قند و کاهش قند برگشتش طول بکشه. فردی میاد در واقع تو فضای رژیم سلامت وارد میشه، دیابت داشته، باردار نمیشده، به محض اینکه یک هفته 10 روز قندش میاد پایین میگه خب چرا من به روال عادی بر نمیگردم. خب این مسئله اینه که شما بکبون یا اون استراکچر، اون ستون، اون استخوان‌بندی داستان رو قبلا خراب کردی. باید زمان بگذره تا این تعمیرات و ریپیر اساسی و رینیو شدن سلول ها از طریق فراخوانی سلول های بنیادی و اتفاقات بازسازی که تو بدن رخ میده انجام بشه تا مثلا میگم این یه فاکتوره مثل گلایکیشن رو شما در واقع بتونی ازش عبور بکنی. آنچه که در واقع تو فضای بدن ما رخ میده و تو فضای فیزیولوژی در واقع بدن انسان هست خیلی پیچیده تر از اینه که با یک هفته، 10 روز، 20 روز، یک ماه رعایت یک الگوی صحیح بخوایم بگیم خب تمام اون اتفاقات گذشته پاک میشه. رو بحث گلایکیشن از این من بعد سعی میکنم نکات کاربردی رو بیشتر مطرح بکنیم، بیشتر توضیح بدم و اینکه در نظر داشته باشیم که راهکارهای تغذیه، اینکه چه مواد غذایی کمک میکنه به متوقف شدن روند گلایکیشن یا اصلاح روند گلایکیشن، اینا رو هم سعی میکنم به تدریج مطالبش رو بگم. البته سعی میکنم برش ها و چکیده های کوچیکی از این ویدیوها رو توی اینستاگرام هم بذارم که کسایی که شاید نمیتونن بیان تو فضای یوتیوب اونجا استفاده بکنن. ان شاءالله سلامت باشید.